زنگ زدن جنازه داره میاد. ما هم رفتیم خواجربی. جنازه 200 کیلو بود. این جنازه رو که آوردن خیلی سنگین بود. جنازه 200 کیلو. وقتی آدم میمیره این جنازه خودشو ول میکنه دیگه. این 200 کیلو میشه 250 کیلو مثلا. 25 نفر زیر جنازه بودن. جنازه رو آوردن بالا هم بگو فلان لا اله الا الله. جنازه رو داشتن میبردن، هر 5 قدم یک بار میذاشتن و عرق میریختن. بدبختا واقعا فشار سنگین. رسیدیم جای قبر. یا حسین یا حسین. جنازه رو خیلی یعنی گرد کرده و جا دست نداشت. اصلا یک وضعی بود. این جنازه رو دادن پایین، بعد 4 متر و نیم هم پایین. آقا گذاشتن جنازه رو، کفن بیارین و مهر کربلا بیارین و از این حرفا و همه رو که آوردن. برگه دفن رو که بهش دادن، این نگاه کرد، این بنده خدایی که میخواست تلقین بده هنگ کرد. حالا همه واسطن جمعیت چی شده چرا شروع نمی‌کنی؟ گفت قبل اشتباه گذاشتم. من که اصلا رفته بودم و پشت خنده مثلا وله شدن همه دیگه از خنده. گفت یعنی چه قبل اشتباه گذاشتیم؟ گفت آقا این 37 شما تو 38 گذاشتیم. اب نداره بریم. گفت هیچ راهی نداره، باید این جنازه رو از این تو بیاریم بیرون دوباره بکنیم توی قبر. حالا هم دنبال ما بگشتن خب مدا کجایی تا وقتی ما اون پشت قلط میذاریم از خنده. حالا مگه جنازه میومد بیرون؟ جنازه‌ای که با 5 نفر 6 نفر این جنازه رو به زور دادیم، 3 نفر که اون پایین. یعنی این بدبخت بیچاره رو حالت وحشتناکی کشیدن بالا و خلاصه جنازه رو آوردن بالا. با دوباره 4 متر و نیم جنازه رو دادن پایین. واقعا یه مجری حرفه‌ای میخواد که بتونه این جمعیت رو جمع کنه و بیاره و اینا رو سر و سامون بده. صاحب اعضایی که دوبله عصبی شدن تو اون شرایط خیلی سخت دیگه ما دیدیم که نمیشه دیگه. حالا هر جور بود خودمون رو کنترل کردیم، آمدیم و اینا رو سرجم کردیم، راستوریس کردیم، تونستیم مجلس رو جمع و جور کنیم. و دقیقاً یاد همین ضرب المثل افتادم که میگه هر کسی رو تو قبر خودش میذارم. قبر مال اون نبود ولی با دوره کشیدن بیرون تو قبر خودش گذاشتن. حاجی بازاری با او عظمت پولدار بود، بن خدا مولتی میلیاردر بود، ولی زورش نرسید که بخواد همون قبر دفن کنه. هر کسی برای خودتی. اینجا قانون داره. قانون ایه که شما باید تو قبر خودت دفن بشی.